بسم الله الرحمن الرحیم. فراست و زیرکی یکی از مهارت‌های بارز رهبر و یا مدیر داشتن مهارت ادراکی یعنی conceptual skill است که در این داستان این مهارت عمر رضی الله تعالی عنه و کعب بن سوار رضی الله تعالی عنه به وضوح قابل درک است. شعبی میگوید روز کعب بن سوار رضی الله تعالی عنه نزد عمر رضی الله تعالی عنه نشسته بود که ناگهان زن وارد شد و گفت: ای امیرالمؤمنین، من هیچگاه مردی با فضیلت مانند شوهرم ندیده ام. به الله قسم او شبها تا صبح در قیام میگذراند و روزها را روزه میگیرد. عمر رضی الله تعالی عنه در حق آن زن دعای خیر نمود و او را ستود. زن برخاست و برگشت. کعب گفت: ای امیرالمؤمنین، چرا به شکایت او رسیدگی نکردی؟ عمر رضی الله تعالی عنه گفت: مگر او شکایت کرد؟ کعب گفت: آری، او از شوهرش خیلی شکایت داشت. عمر رضی الله تعالی عنه دستور داد تا آن زن را بازگردانند. آنگاه به او گفت: کعب معتقد است که تو از شوهرت شکایت کرده ای که به حقوق زناشویی رسیدگی نمی کند و اگر چنین است از گفتن حق حیا مکن. زن گفت: آری، من زن جوانی هستم و نیازهایی دارم که باید برآورده شود. آنگاه عمر رضی الله تعالی عنه کسی را نزد شوهر آن زن فرستاد و او را احضار نمود و به کعب گفت: در میان آنها قضاوت کن. کعب گفت: من در حضور تو چگونه قضاوت بکنم؟ عمر رضی الله تعالی عنه گفت: تو به شکایت او پی بردی، باید در میان آنها داوری کنی. کعب گفت: فرض میکنیم این آقا 4 همسر دارد و از هر 4 شب یک شب نوبت این خانم است. پس از این به بعد 3 شب و 3 روز را در عبادت و 1 شب و 1 روز را با این خانم بگذراند. عمر رضی الله تعالی عنه گفت: به الله قسم که قضاوت تو از تشخیص شکایت آن زن شگفت‌انگیزتر بود. از این به بعد تو قاضی بصره هستی، برو و خود را برای سفر آماده کن.